چیزی که آتش فتنه رو زیر پاش خاکستر کرد مردم بودن. ملت ایران کمر فتنه رو شکست. به توفیق الهی اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث. کار رو مردم تمام خواهند. تا وقتی شما جوانهای خوب، مردم مؤمن در میدان هستید، با انگیزه هستید، با بصیرتید، آگاهید که چه کار دارید میکنید، البته نخواهند توانست مسیر حرکت اسلامی رو با ایجاد فتنه منحرف بکنند.